اینجا چی نوشته؟ فقط یک لحظه لبخند بزن. فقط یک لحظه لبخند بزن. همه جام نوشته. Guess what؟ امروز قرار ویدیوی سوگنگ رو ببینیم تا جایی که بخندیم. So let's go. و اینکه سوگنگ نمیخوام ازت بپرسم English or Spanish چون میدونم فارسی صحبت میکنی تا جایی که من میدونم. پس هر کی روی این ویدیو استرایک بزنه گیه. دیگه من گفتم حالا خودت میدونی. این لیست رو ببین. از کسایی که ویدیوهای منو میبینن فقط 7% سابسکرایبم کردن. پس اگه تو هم میخوای جزو اون 7% باشی همین الان سابسکرایب کن. اوکی تبلیغات تموم شد. بریم که این ویدیوی جذاب و با کیفیت 480 ببینیم. نتام نمیکشه بچه‌ها، لطفاً شکایت نکنید. شاید هم نتم میکشه و این انتخابی از طرف خودمه، نمیدونم. خیلی وقت بود نبودم، 8 روز 10 روز شد. آره جدی اومدم که دوره ویدیو رو شروع کنم. رفتم یه تایم کوتاه خیلی ریز 10 روزه‌ای استراحت کردم. بچه‌ها اومدن، پارمیدا کیارش از برزیل اومدن، بچه کوچیک گروه اومده، ما کوچولو قراره با هم دیگه کلی ویدیو بگیریم. اونها میخوام بیارمش با هم تراینا تو لف بگیریم. کل گیمو میبازه انقدر بچه قگلی. ولی ویدیو رو تون به تون شروع می‌کنیم. بریم شروع کنیم. اصلا توقعی ندارم که ماشین نمیدونم رونالدو مسی زیر پاش باشه. خیلی یه منظوری همسر آینده دوست پسر ایرانی نباشه. دقیقاً شما دارین میگین که اگر من مهریه بگیرم یه خونه آقای بذاره بره، من دیگه دلم نمیسوزه چون خونه رو گرفتم. دقیقاً خانم‌ها خیلی زودتر پژمرده میشن در قبال. ببین تو همین الان خودت هم پژمرده‌ای. اومدین مگه بیزنس کنین؟ یعنی چی باید اینجوری باشه که این باشه که این باشه؟ کجاست که میگفتن من خودش دوست دارم بیبی؟ میخوردن. باید یه چیزی پرداخت بشه بهشون. مگه اومدید مثلا بیزنس کنی؟ کثافت، تو رو خدا خواهش میکنم اینا رو ببینید خب اینجوری نباشید. حق نداری اینو بخوری. ولی بیا اینو بخور. بویدی داری نفس میزنی، تشنته، میخوام اون سر بکشی. نه عزیزم، ضربان قلبت بالاه. یه مقدار اول نرم‌زایی کن، یه مقدار ضربان قلبتو بیار پایین. ضربان قلبت که اومد پایین بعد اینو بکن تو. بازم نه؟ بعدش هم حق نداری بخوری. چیو بخوریم پس؟ این حرفا زشته ببخش. کار بکن این کارو بکن. نگاه کن به نشون میاد. نگاه کن تصویری آموزش تصویری. خب یالا شاید به آشغال میریزی نه بیرون. چرا به آشغال میریزی نه بیرون؟ دویدی رو. خب ادامش ریاکشن خاصی ندارم کسی بود که ورزش برای سلامتیش مضر بود. 2 ساعت دارم نگاه میکنم، گفتم الان یه حدیثی چیزی میخواد بگه. حدیثی چیزی برای مراجعه کننده نشرال پسنده بود. قشنگ شو لبه 10 سیزی به مغزت تزریق میکردی. راضی هستی نه؟ بال بود. بله خیلی. استش مسخره میگه یه جدی دقیقه فکر کردم واقعیه. به خدا ناراحت شدم چون قیافش خیلی سیمپل و خوشگله. ناراحت شدی؟ همش حواله باشه. منظورم اینه که خیلی ساده بود، اونقدی پلنگ نبود. وای تو اگه به این نمیگی چقدر شبیه فرشاد سایلنته. خوب من سرشون کردی از ویدیوهاش تا نیده بودم. بعدی میشدی. نشرال پسندمون. راضی هستین عزیزم؟ بله خیلی. مبارکتون باشه. نایس. نحوه تبلیغات خیلی باحال جالبی بود. ایول این خوشم اومد. امروز ولاگ مهمونی پسرم با دوستاش قبل از اینکه میشه یه بار دیگه میزو ببینم؟ یعنی چی؟ مهمونی پسرم با دوستا ما؟ امروز ولاگ مهمونی پشمم چه میزی. این شامو پسرش واقعا خوششانس ما میداد موقع عروسی. چه خبره؟ آذوقه 1 ماه خوراکی منه. That was a lie. برم تو آشپزخونه اول اتاقشو مرتب کردم. اتاقشو مرتب کرد؟ من تا موقعی که ایران بودم خونمون خودم تمیز میکردم. من کودک وظیفته باید انجام میدادی. داده بیداد کنم. 1 ماه دیگه این خونه جاش باشه تا به سفارش خودش پنه مرغ براش درست کرد. چیه؟ این خدایی زیادی بود. به سفارش خودش دیگه دم مامان نگرم خدایی. و یه قاشق غذا خودی این خنده حساب نمیشد. بعد قهقه می‌زدم. رستوران بزن شما. پخته شده رو بهش اضافه کردم. شیر خامه صورتی رو بهش اضافه کردم. در خامه صورتی. کثافت دهن تو. نهایت هم پنیر پیتزا و در آخرم توی ظرف سرو ریختم و با پنیر پارمزان. خدا من شام نخوردم. سوگن اینقدر پاز نده ویدیو رو. پدر سوخته. ببخشید. پر کردم. ساندویچای کالباس
واسهشون هم آماده کردم و به گفته خودش چیپس و پنیر میخوام، نه سیب و پنیر. گوه خورد با پدرش پدر سوخته. یعنی چی؟ به گفته خودش مامان من فقط چیپس و پنیر میخوام، سیب زمینی درست نکنی با پنیر. آهنگه داره غمگینم کرد. الان گریه میکنم آجی. خدای من جرئت نمی کنم حتی به گارسون رستوران بگم من غذا فلان چیزو میخوام. تو برگشتی پدر مادرت گفتی نه من چیپس و پنیر میخوام یا اینو بخور پدر سگ. اینم براش آماده کردم و گذاشتم توی حالا با خوشمزه هایی که درست کردم یه میز خیلی خیلی خوشگل برای گل پسرم چیدم. این میز 3 ساعت همه چیزش آماده شد با شما. کفش و لباسش هم پوشید. عجب مادر خوبی. بازی بود که با باباش رفتن دستگاه رو روشن کردن. مهمونای عزیزش که پسرش کلا 5 سالشه. پسرای فامیلو جمع کرده. کنار هم 4-5 سالشون بیشتر نیست. آخرم سورپرایز تولد یزدان جون داشتیم. سورپرایز یزدان. بعد من تولدم اینجا نشسته بودم به پوتک زنگ می‌زدم که مثلا با یکی صحبت کنم، اونم جواب گوشی منو نمیداد. That was a lie bro. بخم مصنوعی بذار بگم دروغ دوم. آفتاب تو این زندگی خاک بر سر من. شاخه گل روز 10 تا شاخه گل مریم. بابا ببین بابا ما همینجوری با یکی برم بیرون اسکو فقط 300 شاخه گل روز برام میگیره. خودشو با یکی برم. با 10 تا گل گلایور میدم میام سر خاکت. خوبه؟ باشه. قشنگ بود. این جلوش دوست این ویدیو رو نگاه کنید. جدی اینو نگاه کنید. نگاه می‌کنید. فان نگاه کنید چون این دیگه آره فانه. داره فان نگاه می‌کنید. و واقعا این مدلی خودش نیست. یعنی اینجوری نبودی که بس بذار این دوربین رو روشن کنیم و عملا اون چیزی که هستیم رو نمایش بدیم. چون باید هیچکس جلو دوربین چیزی که هستیشو نشون نمیده سوگنگ. نه نمیشه. باید خیلی تو در و دیوار باشی. عوارض واکسن برکت هم اینا اینجوری نیست. نه این شکلی نیست. این دیگه داره ادا در میاره. شما با علم بر این که داره ادا در میاره نگاه کنید ویدیو رو. باش مرسی که آگاهی می‌کردی. من فکر می‌کنم اینا واقعیه. من با ادا در میارم. اصلا نمیشه یه آدم اینقدر تو دیوار باشه. واسه همین آره اکته. واقعا سخته. به جاش تو شیپوره. تو دیوار نیست. من شوهر توی گدا شدم. شوهر توی گدا؟ چه؟ بارا ببین بابا اسکا. ای همونه که میگه بینیم بابا معروف شده بود. لولو تبدیل بشم به هولو. حالا بریم جان تو هولو هستی الانشون. ولی عجب چیزی شدم از اون همه قبقب چه زاویه فکی در آورد. حتی خودم هم انتظارش کرینگه برو کرینگه سو کرینج. این سواله برام اونم هنوز با مامانت با بچهای فامیل و اینا مقایسه میکنن یا نه؟ چون من یکی سوگنگ شدم هنوز به خدا با بچهای فامیل مقایسه میکنن. من یکی سوگنگ شدم. مرسی خود جواب دادی. به کسی که شدم که پیشرفت کرد. مرسی خود جواب میدی. ای خدایا خانم ببخشید یه سوال چه مراسمی دارین؟ به خدا که من تولدم تنها بودم. سوگنگ چقدر تو تنهایی. من روز تولدم چقدر غم انگیز. داشتم چیکار میکردم؟ یه چیزی بگم کسی که تنهاست بچه واقعا تنهاست یعنی از صمیم قلب احساس تنهایی میکنه هیچ وقت نمیگه تنها. هیچ وقت نمیگه تنها. من میشناسم این آدم رو که تنهان خیلی تنهان ولی هیچ وقت ندیدم بگن من تنها. فقط در اساس دیدگاه من دیدم که اونو تنها. هیچ وقت نگفتم. اصلا فکر کنم بازی کردم بعد زنگ زدم پوتی جواب نداد. مرشادم نبود کلا هیچی نبود. ای بابا چقدر خوب بود تولدم. یوتیوب گرفتم. آره دیگه نره خری شدیم دیگه هم تو هم من دیگه تولدم کی بیاد مثلا تنهایی لذتشو ببر. والا من تولد نمیگیرم اصلا. چه میخواد بگی؟ اینجاست که مولانا تو شاهنامه فردوسی همه درساتو میذاری آخر ترم بخون. داشت میگفت مادر رو ببین مادر رو ببین. ایول کاستوم هم لباس میپوشید برای عروسی و تبریک برای تولدتون. بگم تو در و دیواری چرا خود درگیری داری با خودت مرد حسابی. شیرینی بگی با خودت آشتی کن. پنل رو بهمون یاد داد. ما دو به دو گروه شدیم و تمام مسائلی که پروفسور بهمون یاد داد و به هم دیگه انجام دادیم. خانم پرکاریه وقت نداره لباس به 2 روز بپوشه.
عادیه. من داشتم دندونم درست میکردم واقعا تو آزادیه و واقعا نفهمیدم 12 ساعت چگونه گذشت. تزریق 200 cc. خب اگه این شبیه اون کاراکتر بود توی اون کارتون شیرشاه بود، چی بود بچه رو میگیره میگه اگه شبیه شامپانزه نیست شبیه کیه؟ چرا باید این کارو واقعا با خودت بکنی؟ کره‌ای برای آنایتای عزیزم. عشقم رضایت داشتی؟ عزیزم خیلی کمه، یه چیزی بیشتر نزدی. میخوام گناه خیلی بزرگ شه. خیلی کرینگه از قصد میگم کرینگه و نه این تو کامنتو. خودتون کنترل کنید. داره مسخره بازی در میاره. اینجوری نیست. چی شدی؟ زیبا شده ولی میخوام بزرگ شه. یعنی من خودم محو تماشای شما الان. به این قشنگی شدی. جذاب خانم، مشکل نداره. این چیزی بیشتر نیست، خیلی نچراله. عزیز دلم کل ژلای من شما خوردی، بقیه‌ش هم زدی به صورتت. ناراضی عشقم بدم بقیه ژلا رو هم میل کنی. من نمیخوام بخورم ژلا رو. یعنی حتی دلم نمیخواد بگم بیا اینو. اصلا اینجوری سکه جمع میکنین؟ خب چی شد؟ پولشو گرفتین نقدش کردین؟ نه عزیزم، راهو اشتباه رفتین جا موندین. چیکار کنم از این ور برم؟ با 5 روز سکه جمع کردن یه دونه 13 پرو گرفتم. اگه میخواین رمزشو بهتون بگم کلمه همستر رو کامنت کنین، پیجم هم فالو کنین تا بیام دایرکتتون رمزشو بهتون بگم. رمز همستر نمیخوام، رمز داشت به این ویدیو خندم میگرفت. برای یه جای برای فامیل میخوام. نزدیک بود. من شاید زیادی فکر میکنم، چون مثلا من جز آدمای اوورتینکرم که زیاد بیش از حد اوورتینکر هستم. چی شد بنویسید بچه‌ها که اوورتینکرم هست. گفتی مثلا پاشو بریم یه ایده ویدیو دارم میخوام یه ویدیو بگیریم، بعد بهت گفته چی میخوای بگیری، گفتی من مثلا میخوام چادر رو بندازم رو خودم بعد این دیالوگا رو بگم. بعد چی شد که اون برگشت گفت یس بریم این ویدیو رو بگیریم. افتادی آخه. من به خاطر تو چیکارا که نکردم هیچی نمیتونی بگی یا به گدایی افتادم، به همه چی افتادم تو رو به دست بیارم، به همه چی افتادم. خودت هم بعدا میفهمی من به چه روزی افتادم. بازیگرش بهتر از گلزار نبودید نه؟ نه من جانی کن بده بده. به خدا قسم که من زاویه گردن تو رو داشتم، گردن نداریم اسکو، زاویه فک تو رو داشتم مدل بالانسیگا بودم. واقعا از خودم بابت دیدن این ویدیو معذرت میخوام. کپی رایت نخوریم آج خان. الان قرار خنده‌دار باشه، خنده‌دارترین ویدیوهای این اینستاگرام. دیگه زن ندیدید حالا؟ عادی بود، خوشحال بود دیگه، مشکل نداشت. آقا کار ما تموم شد، امیدوارم که از کار ما راضی بوده باشی. خوب و عالی، فقط امیدوارم عروس خانم از این طرف اون، از این طرف این ویدیوها. عروس نیستی؟ بچه‌ها لایک و سابسکرایب یادتون نره، دارم عذاب میکشم. واقعا متاسفم برای کسی واقعا که مسخره نمی‌کنن. خنده حساب نمیشه این. بعد قهقه بزنم. چرا انقدر کیوت کردی منو؟ مبارکتون. شدم که تازه الان مثلا کثیفه و اینا خیلی اذیتت کردم. نه ببخش منو. حالا که دستات تلاشه، مادرت به خدا برات نگه داره دکتر. واقعا خدا مادرتو نگه داره برات دکتر. بابا قدیما اینجوری نبود که مثلا تتو آرتیستا یادم این مدلی بود دیگه، دکتراش قطعا اینطوری بوده باشن. تتو آرتیستا اینجوری بودن که اگه زیر 18 ما برات نمیزنیم داداش بی برو. آیا دکترای مدلی نیستن که من هر تریکی تو بخوای صورتت نمیزنم برات پول میدی، ولی اینجوری نیست. جدی چی میشه که این کار با خودتون میکنن؟ آرزوهام برآورده کردیم. با خدا رو شکر، تو رو خدا آدرس این مطب دکتر رو بده ما پیشش نریم. من فدات بشم. زنده باشی خدا نکنه. به قرآن مامانی هستن. قرآن یعنی چی مامانی؟
این چه تعریفی از دکتر میکنی؟ یه تاتوی سیویل به درخواست مشتری انجام دادی، مبارکش باشه. بهش گفتید که پاک نمیشه نه؟ یا ابوالفضل چه دادم بفهمم؟ تابلوی مردانگی لایق هر دیواری نیست، آنقدر باید بگردی تا بدانی مرد کیست. تکس قشنگی بود. نام سعید، سن 30 سال، قد این رو دیدم تو این حساب پره. برای دریافت قیمت عدد 2 رو ارسال کنید. یعنی چی؟ مشخصه؟ آره بابا دیگه مشخصه. بعد این همه باشگاه اسم علیرضا، قد 180، قیمت نه گم شو خره. چرا کی اینطوری؟ چی میگفت؟ بادیگارد یه جدی مثلا از اون برنامه جدی من نمیدونم. چه احساسی با هم دیگه دارید؟ مامانمه. خب چقدر با مامانت راحتی؟ خیلی. چقدر با مامانت راحتی؟ انقدر پوفیوز سگ. چقدر این سوالایی که با چقدر بدم میاد. چقدر دیگه میای؟ انقدر دیگه میام. چقدر دوستم داری؟ انقدر. احتمالاً خدا نکنه یادم سایزش زیاد نبوده. چقدر می‌پرسیدم؟ به دوست پسرت بهش بگه که باید بیای خواستگاری دختر. چرا باید این کارو بکنی؟ ببینیم ریاکشنش چیه. چرا باید این کارو بکنم؟ خب چالش می‌خوایم دور هم دیگه بخندیم. خب من ریدم تو چالشت، نمیخوام بخندم. باشه. مادری چنان دخترم. الو سلام، خوبی آقا آرمین؟ سلام. من مامان یکتا ام. بله. مامان الان. ببین میخوام یه صحبت جدی باهات بکنم. زیادم وقتتو نمیگیرم. رابطه‌تو با یکتا یه سرش کن. یا بیا خواستگاری یا تمومش کن. من واقعا حوصله این بحثا ندارم. شنیدی؟ چرا اون پسره اینجوری صحبت میکنه؟ قصدای میجی ریار قصدای میجی تو غلط کردی مرتی که اول. باورت نشه ولی ما این چقدر دلت میخواد فیک باشه؟ خیلی زیاد. همین 30 ثانیه بس به بچه. ریلز رو نگاه کردیم فقط به خاطر مامان. آره خدا لعنتت. نه کاملا واقعی بود ویدیو. آره بابا نه جون تو واقعی بود 100% کامل. نه سناریو نوشته میشه، نه بابا اینا همش ساخته ذهنه. ای خدایا. تنها کسی که نقشش رو خوب اجرا کرد اون دختره بود که از جلو دوربین رد شد. سلام خوش اومدید. اینا چنده؟ دونه 120. همه‌شو بذار میبرم. بله چشم. یه 20 تا از اینا بذار. چرا رو همه ویدیو زده فقط کامنتا؟ چند تایی هست؟ انبارت هم مال من. یه 30 تا از اینا. تایتل کم بوده. این تیشرتا چی میگن؟ املتی؟ یه 4-5 میلیون به سلیقه خودت جایزه بهم بریزم. بله. املتی؟ رمزتون؟ یه پولی هم برای خودت بکش شب خونه نرو. بله رمزتون؟ شب خونه نری یا 85. موجودی نداری؟ عجب خری هستید. وای خیلی خوب بود. خیلی ویدیو خوب بود. آفرین. خیلی باحال بود. نایس دن سرویس. باور کردیم ما. ببین واسه سوزوندن من زیادی به زغال احتیاج داری. ببین ریاضیم ضعیف، جمع کن خودتو. برو پزشک قانونی از خودت شکایت کن، رضایت هم نده. هر شب میبینمتون. بابای مثل اینکه ویدیوی اول تموم شد بچه. بریم سراغ ویدیوی بعدی. سعی کن نخندی ار میزنی. اوکی بریم اینو ببین. این ویدیو حاوی الفاظ رکیک میباشد. Hey guys, how you doing? This is so good که به ویدیو خیلی خوش. اوکی بریم سراغ ویدیو بچه. کسی فیلترشکنی سراغ داره که وصل نشه؟ چرا؟ خدا چه سالتی درست کردی شوهر من. خوب فهمیدن چه جوری مانیو در بیارن ها بچه ها. شلوارش مثل این توپ هفلیا بود که میگرفتیم از سوپری. این الان خنده داره؟ نخوام. ولی خوب فهمیدن چجوری پول در بیارن این زن و شوهرای البته بعضی حال میکنن جدی 30 سال به بالا. نه نیستم. اوکی آقا ستار شده. واسه دامندونه که به من دادی سفید بود. من نگفتی مثل قنده. من چه رنگه؟ سفیده. خب بیا بفرم. راست گفت خدایی.
اینجا قانع نشده بودم. من هر روز صبح خطاب به معاون. قصه برنامه چیه اینجا وایسادی؟ من دیوانه میشم آجی. سر راه وایسادی کیر تو دهن پدرت. خارکس سر صبح. آیسان ویدیوش باحال خدایی. دیگه آیسان خداییش به هر ویدیویی که تو بگی میاد. خیلی خوبه دهن سرویس. بهنام بانی خواب تو دیدم شد. همه میگن خایمال شو ولی خوب خایم نداره تو دلاشون ولی میگن چه رنجی داره تو که نیستی چه ریمیکسی پشمو میکسش رو ببین. منم یوتیوبرم. خفه شو سپر. وای خیلی، یعنی به هیچکی به خدا قسم مثل سپر خلصه به این خوبی فوش نمیده، هیچ کس. آیسان هم خیلی خوب فوش میده ولی سپر خیلی خوبه. وای دیگه نمیزنم از اول یه دور دیگه ببین، میگه خود بزن عقب، بعضیا اذیت میشن. باشه الان میذارم عقب. چقدر به همه احترام میذاری. درود 22 بهمن رو تمرین میکرد، چی شده؟ دیدم اینو. امتیاز کامل بده. با این ویدیو حال کردم ولی نمیفهمم. حاجی نمیشه که پارش کنی. چرا داداش گور خودش میتونه پاره کنه. فیگور یکی دیگه گرفت به اون فشار اومد. افسانه‌ها میگن چلار آبیه هنوز داره میرقصه. خداییش چی؟ چرت و پرت. ببخش وقتتون گرفتم. میبخشم. لباس سفید از کمش پروانه چی شده؟ خودش هم نمیشه براسه حرکت بعدش خبر نداره. اون زمانه اینطوری میرقصیدی شاخ بودی برای خودت. وای که ما اون قلبا داشتیم، اون قلب پشتی ها هست، اون قلبا اینطوری روچه آویزون به خدا ما داشتیم، همه ایران اونو داشتن. وای سوگن چقدر خوبی. رنگ دستم معلوم شد. آقا قربونت این همه باشگاه رفتی بالاخره. من میدونستم سوگن توی نتیجه میگیری. دارم دیوانه میشم. بچه لایک کنیم. بچه لایک کن. برداری میکنه. ایوه من دستم قاره میکروفون. ببین این شاخ بوده اون زمانا. این مجلس گرم کن بوده به خدا. پس تریک پرایم اینا رو تبلیغات اینا بچه ها چیکار کنید؟ برید به پرایم بگید سوگن خیلی خوبه، سوگن ایز the best. عکس اینا هم اسکرین شات بگیرید بفرستید. اونو چه گفتم که گفتم اگه گفتید اومدیم امروز چیکار کنیم چه ویدیویی بگیریم تو کامنت ها براتون قلب میذارم. جدی بنویسید براتون قلب میذارم. اگه گفتید اومدیم امروز تو این ویدیو چیکار کنیم. اون قلب پایین قرمز بنویسم. کلیش. بسا کلاس نمیتونم ما هم بیایم. من می‌خواستم برام قلب بذاره ولی خب بلش کن. وای اون فرشا. اگه کلا به دیتیل دقت واسه برام مهم نیست. پوینت ویدیو چی؟ بیماری از بیماری‌های خطرناک بانوان. بری کمبود ویتامین B. بری بدی کمبود پول. بری ندی کرم داشتن. بری کمبود وقت. بگی کمبود عقل. بدی نگی راستگاری. نری بدی بی‌معرفتی. بگی ندی بدقولی. نگی بدی سورپرایز. آخریش خدایی کار رو جمع کرد. نگی بدی. آره راست میگه. شت. وای این خیلی آخرش گفت پروپوسور تمیز. کار نمیکنم باتون جدی ولی خیلی باحال بود. خداییش تاراش دقت نکرده بودم. خیلی هوشمندانه بود. به چی دقت نکرده بودیم که بری نگی بدی نگی بدی چی همون سوالیه. ولی منظورش این بود که همینجا میل میکنید. این منظورش
وقتی رفیقت سر امتحان بهت تقلب رسونده خودش 20 شده تو هم دست افتادی چجوری راستی واقعا چه هاو یا به اون که تقلب دادی اون قبول میشه ولی تو که هاو من به او گفتم در صبح تا صبح میتونم داد بزنم. جدا از ویدیو بچه‌ها من یه بار به یکی تقلب زبان رسوندم من 19 شدم اون 20 شد. ادامه ویدیو. شب میتونم داد بزنم. وای خدایی دردا این جنسش خیلی درد داره. من برای مادر زنم خودم از این برداشتم. من که برای مادر شدم هیچی نمیگیرم. چرا خواهم؟ از اولش هم اذیتم که خیلی مخالفت کرد با ازدواج ما. خاکانم چرا خانم به این خوبی؟ نمیدونم لیاقت ندارن کل همشون همینن. واقعا که نمیدونم چی بگم. خداییش خیلی خوب بود. نایس ایول خوشم آمد. اینا خود جدی خوشم آمد. باریکلا خیلی خلاقانه بود. خیلی خلاقانه بود. چرا این آسانسورتون آروم میره؟ چقدر گم میخوری؟ من کلا غذاهای سالم میخورم مثل مرغ و تخم مرغ و شیر و این چیزا. اسمارت بال. فسودم میخورم گاهی اوقات ولی گو اصلا. اوکی داداش ولش کن. اوکی. آره دیگه. ایول. این دکمه‌های آسانسورتون هم کار نمیکنه که همش داغونه. داداش دیگه داری گو میخوری. تو گوخور آسانسور مایی؟ داداش تو گوخوری من راجع به آسانسوری؟ نه داداش من گوخوری تو راجع به آسانسور نیستم. گو تو بخور. گو میخوری گوخوری من راجع به آسانسور میکنی وقتی گوخور نیستی. داداش تو اصلا گو میخوری که من بیام گوخوری تو رو بکنم. اصلا گیرم که من گوی خوردم. تو چرا باید گو منو بخوری؟ گوخوری گو مردم بدتر از گوخوریه. داداش اصلا گو خوردم. هر گوی میخوای بخور. دیگه این گوه نخوری یا ولم کن بابا من اصلا با پله میرم و دیوانه. خیلی خوب بود باریکلا. همین که بتون اگه یکیتون همین جمله‌ای که اینو گفت و آخریو که اگه تو گوخوری کسی که ها تو کامنت کامل بنویسه من بهش. خب ببین عزیزم من بهت پیشنهاد میکنم برو پاساژهای مختلف واسه خودت خرید کن. این پسر خیلی باحاله که نسو زیاد اینجا شده. ما رو همیشه داخل ویدیوهای تراینا تو لف میبینی چون ما خنده دار نیست چون همش فکت خار و مادره. واقعا حقه. سخت و یه آبی به تنت بزن. ماهی یک بار یه مسافرت برو آب و هوا عوض شه. واسه خودت وقت بذار. برای خودت باش. آقای دکتر من هزینه این جلسه مشاوره رو قرض کردم تونستم بیام پیشتون. من اگه پول داشتم مگه افسرده میشدم مردی که روانی. پیشنهادتو بکن تو. حرفمون کاملا پس میگیره. آی راستیه دوستان چون که فیک ترین خنده وجود نداره. دوستان چون که آی راستیه دوستان چون که وای هشمو عزیز محمدی توی جیب ماماناشون قیافه الانش که نیست. به کانگوروهای یتیم میگن نجیب زاده. گوش ندادم چی گفت. انقدر میخندم. چجوری عزیز محمدی اینا رو از کجاش میاره خدایی؟ اصلا هر چیه این خونه مال کیه؟ ها؟ داری تو خونه من زندگی میکنی یا نه؟ چجوری اینا رو از کجا تو میارید این تکسا؟ چون مردم هم بابا دارن. بفرمایید که میزان تحصیلاتتون. لیسانس زبان انگلیسی دارم. گرایش تیچینگ. تیچینگ. هلو. تانک بالو. ببینید دوستان از لحاظ زیاد انتظاری هم نمیشه رفت بدون وزیر خارجه. برندینگ که مهمه. باید ببینی به چی معروفی. شما 3 شب تو کوچه خیابون داد بزن ببین عضوی از خر رو بهت حواله میکنن یا عضوی از فیل رو. مثلا همین سوسک معروفه به گوخوری. حالا ما یه گوی خوردیم شما نباید تو جمع بگید هی خداتون رو شکر کنید جای من نیستید. بعد ریدن انقدر باید خودم رو زمین بکشم تا کونم تمیز بشه. جدی؟ باش کنم یه دستی چیزی داشتم. دستو که ما هم داشتیم منتها نمیرسید که خودمون رو بشونیم. یعنی کون نشور بودی؟ بله. شاید سر همین منقرض شدی. آره شاید واقعا. دایناسورا چی شد مردن؟ این شاب سگ اومد زد زمین و فلان و موقع زمان وای
ایول نمیخواد هم دیگه هم درس تو بخون فردا امتحان عربی داری. وقتی برام لینک همستر میفرستن چقدر میگیری کلا بی خیال من وای من تو گوشیت پاک کنی فکر کنی نیستم مردم وجود نه. وای عزیز محمدی چه میخواد دوباره؟ من یه سوالی، این تخم مرغایی که دو زرده میشن چرا قرمز نمیگیرن اخراجشن؟ سخت بود. گفتن آخرش فقط دنبالت کرده ولی وقت نداری هنسفری تو در بیاری. وای آره ایو داشتیم با موزیک حال میکردیم. یکی هم زده بود وقتی چپ کردی ولی همچنان موزیک فیلم تراویس اسکات داره پلی میشه. چپ کردی با ماشین بره همچنان فین وضعیت محتوای اینستاگرام. شما زنگ بزنید به همسرتون و بهش بگید که وای آره چرا؟ چون ازش به هم میخوره و میخواد ازش اگه ریاکت کردم آسونه ویدیو ریاکت بگیریم از اون. ببینید واکنشش چیه بخندید. وای چرا؟ چطوری؟ چگونه؟ نه چرا اینجوری شد؟ یکی دیگه اونایی که وای اگه فلان چیزو میخوای فلان واژه یا مثلا از خود فیلم میگیری برعکس میکنی اونور میذاری میگی وای اگه اینجوری میشد فلان. آره راست میگی. همین خیلی گوه میخورم برن اسرت. این راحته. خب پیشنهاد میدید که چیکار کنیم که پولدار شیم؟ توکل کن به خدا. واقعا درست میگه. هیچ کسی رو تا حالا ندیدم بیاد روشی که چجوری خودش پولدار شده رو به شما بگه. وای رسوگه ما پکیج آموزش شروع شد. باشه قبول تو خوب بلم کن گوه خور. تو گوه میخوری گوه میخوری. ببینید دخترا میخوام یه رازی رو در مورد ما پسرا بهتون میگم که خودم نمیدونم. چند دقیقه ببینیم. همشون اینجا همه پسرای چوس کلاس وسط زل گرما هودی میپوشن با شلوارک و میان اینجا مخ میزنن. ای گفتی اینجا کجاست تو کامنت ها بگو. بدترین نوع به نظر اونه که میگم وای تو برام بنویس تا برات به صورت رایگان بفرستم همه محتوا رو. خب رضا جان چی شد که به اون خانم دیسلایک دادی؟ راستش من از دخترها خوشم نمیاد. آره که الان نیما فوق‌العاده آفرین. اگه لایک ها این ویدیو به 5000 تا رسید با نیما یه ویدیو میگیریم. وقتی میشینم بدون سینی یا سفره غذا بخورم مامانم وای نکن این کارو. واقعا فکته اون زیری برو روم بشین بخور. من نمیخورم مثلا. وقتی رابطه من و فامیلمون به هم میخوره وای خیلی سرم درد گرفت. نه دیگه حالا اینجوری هم نه. از لحاظ روحی نیاز به یه رفیق با جمع مثل مسعود دارم. این ویدیو گاده اما نباید بخندم. بشین تو ماشین. چقدر خوبه داستگوی در آورد دهنت سرویس. من فقط صدا مرغ میتونم در بیارم. باباها به هر جا که میرسن این زمین ما بوده. اگه اون زمان با پدر بزرگت اون زمین رو نمیفروخت. اینجا رو میبینی؟ اینجا قدیم های بیابون بود. اینم فکته. آره اینم میگن. وقتی از جام بلند میشم تا یه چیزی بردارم ولی یادم میره چی میخواستم بردارم. تو یهو بلند نشدی ببینی دنیا جلو چشات سیاه میشه یعنی چی؟ این مشکل من دارم برام گیج میره بعضی موقع نه همیشه. مثلا تو 100 روز 5 روز 5 روز از 100 با روز. تو رو خدا عزیز محمدی نکن. زنگی مشکلی ندارم ولی مارایی که قبلش مسیج میدم با شعورترن. اینا رو از کجا میاری؟ جدی عزیز محمدی اینا رو از کجا میاره؟ واو پس اینو از این ویدیو دعوتتون کردم. مرسی که ویدیو رو نگاه کردید. خدا رو شکر. بریم سراغ ویدیو بعدی. تایتل ویدیو هستش سعی کن نخندی با ساز دهنی با یه آب پاشیده. بریم ببینیم. ای گایز یه دونه از سوگنگ اینجاشو اسکیپ می‌کنیم. که چیکارش بکنیم و چیکار نکنیم اینجور چیزا بودم. ولی الان برگشتیمونم با چه کانتنتی؟ try not to laugh. ولی این سری با ساز دهنی. یعنی چی؟ یعنی من قرار بزنم این ساز دم دهنم اگه خندیدم براتون ساز میزنم. فراموش نکنید بریم سراغ ویدیو اول.
خوش آمدشو داد به خب رفتیم این دوری با هم زدیم و آخرش هم منکر رسون خانی سویشو داد بهم گفت عزیزم این کادو تولدت سورپرایز شما صبح بردم بهش پس دادم چی؟ ماشین چی؟ خراب بود آجی راست که میدادم قام از خاطر میزدیم به خدا برای هوا شده. من بیشتر وقتا چی میشم؟ اوکی فهمیدم خندیدم. من بیشتر وقتا دارم از ارتفاع میافتم پسر پایین. نمیدونم چرا شما از ارتفاع میافتید یا اینجوری گاز میدید؟ نه من کار نیفتادم. این انسان تا تو ارتفاع نیفتاد تو خوابش بنظرم. قول. خیلی مزخرف بود. بعد 950 سال عمر کرد و فقط 40 نفر رو به دین و خدا هدایت کرد. واقعیت به خدای یکتا ایمان بیار. نمیخوام. به کی رفت؟ نه این خنده حساب نبود. واقعا قشنگ سمفونی موزارت بزنی. من نفسم بکشم ببین. نمیشه خواهی طوری. بابا چرا ناراحتی؟ بیا بشین تا بهت بگم. صندلی تازه رنگ کردم. خیلی کس. من اصلا از این خندم نگرفت. از شیخوره بیشتر هارمونیکا از این بیشتر خندم گرفت. بابا چرا ناراحتی؟ بیا بشین تا بهت بگم. آی دهنت سرویس. چند تا ویدیو داریم الان؟ ما آقا چیکار کنیم؟ امروز از روی دنده خوب بلند شدم. این صداش فرق داره اینوری یا اونوری؟ نه. فهمیدم سازدن اینطوریه؟ چشام سیاه رفت. فشارم افتاد. آی خدایا برو بریم. سردردم کاش که بره آجی. تا موقعی که این ویدیو تمام نشه سردرده هست. متاسفانه. آی خدا بود این صحنه. حدسه موضوع وسط اذان. بخند. موقعی که تو دهنم بود نخندم. بابا منم که پولم انقدر نمیرسه. وقتی میام دور از چشم رفیقام خوراکی بخورم. آقا یه تکون اینجا چی داری؟ بچه‌ها بیای خوراکی داره. این چرا اینجوریه؟ هر میخندین تا یه دقیقه در اینو باز نگه دار. خیلی بوده. اصلا خنده نخند که صحبت. خدای چقدر کوگولی بود. آقا یه تکون اینجا چی داری؟ بچه‌ها بیای خوراکی داره. خدا. هر میخندین تا یه دقیقه در اینو باز نگه دار. بابا یه دقیقه اینو بگید نخند کثافت. نخند کثافت. وای جدی فکر کن سنجابا جدا فکر کنید سنجابا میتونستن حرف بزنن. به خدا دیگه فکر کنم نسل تمام سگ گربه رو میبوسیدیم میذاشتیم کنار. هممون داخل خونه فکر کنم یه دو جین کمش سنجاب داشتیم. خیلی باحاله. من بازم سگ پلی نمیکنم چون میرم فوش میدم کامنت. بابا چرا پلی میکنی؟ یکم کمتر حرف بزن. خب اسکل برو این اینستاگرام تو باز بکن. خود بشین تا صبح اینو این بده بالا ویدیوها رو نگاه کن. آقا دو تا خریدم ها. دو تا خدایی. چند لیتر آب یا چه مقدار آب در این مخزن جا میگیره؟ لطفا سریع محاسبه بفرمایید وقتی بچه‌ها رو میگیره. هیچ آب درش نمیگیره. چرا درش؟ این سوراخ اینجا. اینجاش سوراخه. این فکت‌ها رو میدونی که استفاده میکرد امیر نصیبی. وای خیلی خوب بود. این فکت‌ها خیلی زبون نمیشه. اینجاش سوراخه. نمیتونم دیگه رد بکنم بازیشو. تو خیلی خوشمزه‌ای. من نیستم شیرینم. شیرینی؟ آخه اما بابات مریض شده چی میخوره؟ خوش. بدبخت بچه ها روش قرص بود. خیلی حرفه تو رو خدا حواستون منم یه بار جلو بچه خواهرم حواسم نبود حرف بدی زدم. حرف بدی نزد میخواست بگه قرص. اسکل جلو بچه این حرفا نزد. یعنی گفت قرص. ما فکر کنیم منفی. خیلی این قضیه مهمه واقعا. من اسکل نباشید. ماجی شبیه حمید جی مستره. شبیش نیست. خیلی شبیش بود. سر همین داشت خندم میگرفت.
یکی هم چیز خدا اون یارو از زمین تو بلند میشه یه فلکشی طوریه. خدا اینا خیلی خوبه. این خیلی خوبه. اون زومه چیه؟ مجھے شبیه جیمستره جدی. دهن سرویس ها. من توشو تو الان 3 تا 1 2 چیزی ندارم. آخر ویدیو ها بشماریم. من انقدر تمرکزم گذاشتم رو نخند. آقا مطمئنین این جنسش خوبه؟ خانم این کار طور که اصلا باید صحبت میکنه. سلام چطور خوبی؟ سلام چالو چی؟ چالو کارت ریز اومدم این برای گرم کردن سازه. این خنده نبود. باحال بود ایول. الان من عشق منی. خوبی؟ چاکریم. میگم یه دونه بیت میخوام. خب دیریل پاپ انگلیسی ایرانی. چی؟ نگاه مثلا نگاه تو مایه‌های اشوان با ویکند. برو بیرون. شادمهر عقیلی یا جاستین بیبر؟ سلنا گومز؟ گوگوش؟ آتیش گیزه بلش کن احتیاط. ویدیوهای باحال. اینو سامان خیلی درک میکنه فکر کنم. سامان یکی از بچهای پرودیوسر خفنه. وای پرودیوسر درسته؟ پرودیوسر نیست؟ خدا خیلی خوب بود. دهن سرویسا. زور میدم. کوروش نه. قشنگ بود. کوروش میخنده. چیکار کردی؟ کنترلی دیگه. این خدایش حقه. خیلی از دخترها واقعا نمیدونن که ما پسرها چه قابلیت هایی داریم. مثلا توانایی کنترل کردن از این ور به اون اینجوری تکون. اینا رو واقعا نمیدونن و نمیدونن که هر 6 ماه یه بار کنده میشه میفته. یعنی خوش میشه کنده میشه یکی جدیدش در میاد. اینو تو کامنت ها حتما برای بچه‌ها بنویسید که اینا رو این فکت‌ها رو دخترها بدونن. من همیشه اومدم همیشه سردرگم بیشتر شد. تو هم مال پسرا رو بگیم دخترها متوجه بشن داستان چه خبره اصلا چه قراره. خلاصه که قدر این 6 ماه کندشه دیگه رفت داد در بیاد. خدافظ. خیلی هم درد داره. چرا ما درد میکشیم؟ چرا هیچ وقت اینا رو دخترها نگفتیم؟ آقا ببخشید این آموزش کجاست؟ دفترش که انتهای سالانه. نه خودشون کجا؟ نمیدونم. افسانه ها میگن میاد دانشگاه ولی هیچ کس تا حالا ندیدتش. آخه من مشکل من این ترم داشتم. من ربطی نداره. من که هنوز حرفی نزدم. نمیدونم به من ربطی نداره. برو طبق پایین که انباریه. دقیقاً همین شکلیه. خدا لعنتشون کنه. همش سرش دیگه. نه چون سوگن گفت من این مشکل نداشتم. برو رفتی خونه سرتو بکن تو گوشید. خب برو طبقه بالا. میخوام شهریه‌مو بدم. جونم عزیزم. دقیقاً همین شکلیه. خب بگو چی شده؟ من نکن خنده دار باشی بیشتر. فکته. خب الان مشکلش چیه؟ دقیقاً فکته. مشکل اینجاست که نمیتونم تیول عرض کنم در یک زمان تو 3 تا مکان مختلف باشم. استاد این امتحان نمرم کم شده. اگه شما نمره‌های فعالیت کلاسیمو بدین این درسو پاس میشم. تو همون نیستی که سر کلاسا نمیومد؟ نه استاد من سر همه کلاساتون بودم. نه من قیافتو اصلا یادم نمیاد. تو منو نمیشناسی؟ نه من همونیم که زن تو. این خنده نداشت چون واقعا فکت بود. اون لبخندی هم که من زدم از روی رضایت و حس همدردی بود که با این دانشجوی ادامه ویدیو میریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة. السلام علیکم. و علیکم السلام. من همین اتفاق دیشب برام افتاد ولی نه این شکلی. احساس می‌کردم یعنی خواب و بیدار بودم. هی خواب می‌دیدم یکی داره داخل خونه راه میره، یکی داخل آشپزخونه است، یکی پشت سرم صدای نفساش داره بغل گوشم میخوره این حرفا. 2-3 بار بیدار شدم. این 2-3 یک دوره خوابیدم فقط. خیلی استفاده. منطقیه سید. منطقیه. آره خدایش راست میگه. پشو خود شیطانم ریخ. خوبی خانم؟ بگو آنچه خداوند به تو آموخته بگو. برو گم شو. دهنمون سرویس اخترین نه اون منطق داری هیچ کدوم اختر نمیتونم بچه ها بیارم. راست میگه. اثبات مثلث. راست میگه دقیقاً همینطوره ولی تجربه خیلی سخته. وقتی بفهمی تجربه خیلی حیای سوسمار بود. خب چی بود؟ در دیزی بازه حیای
چی بود خارکسته گربه بازه نوحیا بازه دیزی کسکش صاحب چی آیسان خداست. یه دونه ترایناتولا ورژن کلا آیسان با بریم. یه آقای گاوی به جرم کوفت رفته تو آسانسور رو ترازو وایساده. خب وقت لامصب تو آسانسور رفتی رو ترازو ایستادی چه غلطی بکنی؟ حالا اون وقت سوال چیه؟ سوال میپرسه اگه کابل آسانسور پاره بشه ترازو چه عددی رو نشون میده؟ آخه کی وقتی کابل آسانسور پاره میشه به عدد ترازو نگاه میکنه؟ اصلا عدد ترازو چه اهمیتی داره وقتی کابل آسانسور پاره میشه؟ ای لعنت به قبر نیوتن، کاش جای سیم سنگ میخورد تو کلش. راستیه پدر سنگ خفه میشودی این مادرات نمیدونم چرت و پرت. این کشف کیو کشف کرد؟ جاذبه رو میکنید خدایا بمیری راحت میشه نیاتا. ببینید بچه‌ها شما نباید گناه کنید. ویدیوهاش خنده‌دار نیست واقعا فکته خدایی. ببینید بچه‌ها شما نباید گناه کرده که میدم داریم. این ویدیو هم تمام شد. میریم سراغ ویدیو بعدی. دعواهای بفرمایید شام به خاطر اینا امتیاز ندادم. چه تایتلی what the fuck. 480 میذاریم. نمیخوام زد با کیفیت ببینم. دقیقه 1.5 شروع کنیم که فقط شروع شدی. اوکی لیتس گو. زد تو سک و صورتش. وقتی شما میرین مهمونی توقع داری که از شما پذیرایی بشه. ببخشین که من براتون پلو درست نکردم. شت این خیلی مسته. نکنین کارو باش. خواهش میکنم اشکال نداره من بزرگ خودم میبخشم ولی شما هم ناراحت نباشین اینا تجربه بشه. وات؟ به بزرگی خودم میبخشم؟ پوفز سگ. دفعه‌های بعدتون. من بسیار میزبان خوبی هستم. من هر هفته خونم مهمونی. ببینید من حرف شما رو قطع نکردم. لطفا مؤدب باش حرفمو قطع نکن. من مؤدبم احتیاج نداریم که شما به من بفهمید شام یاد گرفته چه جوری مخاطب بکشه بیاره. از اینا بدم میاد. ببین اون که اصلا یک خارجی باش میگن کارن که هیچی اصلا اون رو ول کن. یه پاچه پاره اون اصلا کار ندارم. کسایی که اینجوری با خون سردی میشینن که نه من به کلمه ساده ادب احاده یه کوفته ادب نکردم، یعنی مثلا جسارت نکردم، توهین نکردم. نه نمیدونم تو رو خدا تو کامنت یکیتون که ادبیاتش خوبه بنویسه. من اسم این کلمه یادم نمیاد. آره خلاصه اینایی که خیلی آروم اینجوریان که من به تو که بی احترامی نکردم فقط زدم لعنتو باشم یا نباشم. پس من سکوت میکنم. هر وقت حرف شما تموم شد من حرف شما میزنم. خیلی عصبانی که 5 گرفتی. اون چیزی که لیاقت 5 بهش دادی؟ شایستش اون چیزی که لیاقتت بوده رو گرفتی. وای سوگن چرا انقدر پاس بدی؟ گرفتی. من میزبان خوبی هستم برای مهمونام چون مهمونهای راستگویی دارم. مهمونهایی دارم که وقتی ازشون سوال میکنم شما راحتی اینجا؟ سردته؟ تشنته؟ آره. جات نرم و گرمه؟ حقیقت رو بهم میگن. به خاطر اینکه مسابقه نمیدن. حالا کسایی که تو خارج زندگی میکنه چه جای خوبه باز دارم. کسی که کلا میان داخل خارج از کشور بعد چیزی کردم 5 بهش دادی. دیگه تموم شده. حالا علی 7 علی 8 سهیل 3 18. کی 3 داد؟ چرا به من 3 دادی؟ آره من اتفاقا میخوام در مورد اینم صحبت کنیم. خیلی خوبه چون میدونی آره اصلا خوبه. یه جور 3 بی‌ناموس دستپخت این خانم قطعا از من بهتره. من همین جوریش خودم به دستپخت خودم 6 میدم. چرا تا 2-3 بار آشپزی کردم خودش خیلی خوب بود. خفن بود. حتی به بچه‌ها گفتم بیاد خونم می‌خوام نهار مهمونتون کنم. و گفتن جدی گفتم ولی خیلی خوب بود. دیگه نمیتونم. حالا تعبو گرفتم. جدی ها نه که الکی بگم. بهتره. زنگ زدم به مامان دوستم فلان عجیب باشه. چجوری درست کنیم غذا. بعدش هم آیناز بهم گفته او اصلا خیلی داستانا داریم. از لولای عذاب جهنم. من 5-6 نفر پرسیدم درست کنم. خلاصه 3 بی‌ناموس دلم گرفت چون 3 خیلی توهین بود به وای. من. 2 چطوره؟ بیا تو به تو 2 داده؟ بزن تو سک و صورتش مرد که عقده‌ایو. نمره 2 و 3 رو انتظارشو نداشتم چون فکر میکنم یه جور توهین و غرض ورزی شخصی و نشون دهنده کمبودهای درونی یک فرد میتونه باشه. دقیقاً درسته. نظرم نسبت به غذای تو این بوده زحمت دو خودشونو کشیدن و
فکر نمی کردن. من تو طلبات که همون اسنپ فود شماه تا حالا به هیچ غذایی دو تو ندادم. طلبات که همون اسنپ فود شماه بچه ها ناف آمریکای خوب اسنپ فود ماه. کمترین نمره که دادم 4 بوده، اونم از 5. یعنی اصلا نداریم اینقدر غذا بد، چجور 2 بهش 3 بهش دادی؟ به غذاشون اینقدر دقت بشه. من دلم میخواد که جایزه امشب بین هر 4 تای ما تقسیم بشه. گو نخور! بچه قبول نکنین جان طغرل. مرگ طغرل قبول نکنین. به من نه مرسی. من اینو میخوام برای اولین بار که ریدم تو زندگیم جلو دوربین جمعش کنم. توی من نظر منفی حالا. من از طرف خودم فکر میکنم متوجه شد چی کار کرده. چقدر بد ریده. اینجوری خواست. نمیدونستی یعنی آخرش امتیازها رو میبینن که کی به کی چقدر پوینت داده؟ مثلا یه جوری به قول خودمون ماسمالیش کنه. اما مسئله پول نیست. $1000 چقدر پوله اینجا؟ هیچی. سر $1000 کلی بازی پوینت انقدر کم دادی سر $1000 خاک تو سرت. میگفتی با بچه‌ها جمع می‌کردیم برات یه گلدیزونی چیزی جمع می‌کردیم 1000 تو صورت تاپو. واقعا هیچی نیست. یعنی $1000 رو بردن هیچ چیزی نداره. از خاک تو سرت اینو میدونستی اونجوری ریدی؟ نه اصلش اینه که من اومدم خودمو مرگ بزنم، هنر آشپزی خودمو به رخ 4 تا بازیکن دیگه بکشونم. شخصی داشت که علی 2 داشت. منم به شخص موافقم که 3 امتیاز خیلی کمی بود برای نیلوفر جون. بگم به تو هم 3 داده. یا مثلا خیلی زحمتی که امشب کشیده بودن، میزی کشیده بودن، غذاهای میزشون نمرهشو گرفت اتفاقا. یعنی 3 به خاطر میز بود. من یه چیزی بگم، اصلا مسئله برد و باخت نیست. یارو میخواد جمع کنه بدتر میکنه. به نظر من کاری که سویل تو در تمام طول شو کردی توهین به همه ما. دقیقاً ریدی. نه من میدونم نمره ها منظورت. نه ریدی. برخوردت تو میز شب خودت میای داد میکشی فوش خار مادر میدی، حالا نه به ماها. خاطر برنده شدن این پوله نیست، چون این پوله هیچ ارزشی نداره. به خاطر گل رو من ولی خب میدونی خصومت شخصی داشتی انت. شما فکر کنید من نمره 2 بهت دادم تو این کردم، نظر خودته. سر چی؟ دقیقاً What the sigma. آفرین خوب کاری کردی. دیدی با این بحث نکردی. گاف که بحث نمی‌کنه آدم. کردم هنوز اینجاست. با اینا زد کلینک با اون نزد مشروبش تو آب ریخته فکر کنم. اینا دیگه سعیم کردم کسی نبینه، یواشکی جمع کنم بیارم، ولی توی نمره دادن بابت غذای اصلی شما نمیتونم من. چالا نازو چیزم میاد، ریشمه ای میاد. نازو چی میگم؟ من به شما 5 دادم. شما لیمو امانی توی مغزم من دست دادم سر این ویدیو. خودت میدونستی؟ سر لیمو امانی؟ نه توش یادت نیست من کاغذ مشابه نگاه کردم، توش کدوم کاسه های ما لیمو امانی نبود. من اگه پذیرایم نمره داد به قول علی اهانت کردم. هم ویدیو کرینجه علی نمیدونم علی خوب اهانت کردی به من، توهین کردی به من. اگه توهین کردم بهش باید دقیقاً واقعا خیلی زشته، خیلی این ریدی. نه من نمیدونم، من زشت نمیدونمش. اگر نمره دادن من توهین بدونه خب اوکی، اون میتونه اینجوری برداشت کنه. خب خیلی کارا کرده، پول خیلی خرج کرده، ظاهرا رقاصه عربی آورده و نمیدونم چیز آورده و توقع نداشته. رقاص آورده جلوتو غیر داده به اون گندگی و تکون داده و بهش 2 دادی. اگر مثلا یه خانومی سینه هاش جلوی من باز کرده اینجوری کرده من 2 بدم، من باید حداقل به خاطر کسایی که این حرفو میزنن از همه عالم. چی بود اسم اون کلمه که تو یوتیوب نوا میگفتیم؟ اول همه سیمپتر و خاک بر سرترن. نه من نمیدم متاسفم. من برای مبارزه تو ناف آمریکا نمیدونه همه چی به خاطر عقده بازی اومدم. تو خوبی. ولی من اومدم برای بفرمایید شام، نیومدم بفرمایید رقص. باش به هر حال جمع می‌بندیم بحثو دیگه. مبارکت باشه واقعا. مرسی. ان شاءالله که همیشه و به نمره دادم. نه این پول حقش. نه من این پول اصلا مهم نیست. فاکین نمیتونم دیگه. هولی شیت. یکم برم جلو. میکنم که درس خوب اصلا چی بد بگم خوبی باشه برای در واقع این شکلی نباشی. کردم تو این برنامه‌ها همچه آدم تو زندگیتون نباشی. ورزی‌ها و اینا درست نیست، چون به هر حال اون 3 نفر آزرده خاطر کرد. چقدر بو غذای خوبی داره میاد.
اونم فقط به خاطر اینکه چرا مثلا آخه به چه علت. من که توی چند روز تو آشپزیم نمودی باشه بابا آشپزی کردی آبپز کرده بچه‌ها سوگنگ آشپزی بلده بفهمید. من این قسمت بعدیه 8 فکر میکنم هر دو تا فاکتور که هم اینکه امتیاز خودم کمتر دادم هم اینکه بچه‌ها نمیدونم چرا اینجوری صحبت می‌کنی فاکتور. دمت گرم. من گفته بودم به هیچ کی زیر 5 نمیدم. حداقل زیر اون نداری. دمت گرم. من 22 گرفتم. دمت گرم. شما کاملا میزبانی. اینو بعد بگی. خب آزاده یک من 5 داده. بعدم حالا بهم 5 داده. بعد قطعا کسی که تو برنامه بفهمه چه شرکت میکنه آشپزی بلد در حد من نیست. نمکم به زخمم میپاشه. بهم میگه من فقط به میزبانی تو 5 دادم. این غذات ریده. این شو به نظر من یه گیم بود و هر کسی تکنیکای خودشو داره واسه برنده شدن. خود کامپیوتر دقیقاً نشون داد بهم که بدون چقدر دیگه قرار عذاب بکشه. بچه‌ها هم حال دادن؟ بله. غذا که داره. بچه چجوری به دقیقاً حال دادم میشه به من بگی؟ یعنی واقعا چقدر قابل پیش بینی بود این حرف. امتیازی که بهم دادن. علی به من 9 داد. بابا دمت گرم. آزاده تو مرسی قربانت مرسی. علی چرا اونو بغل نکردی؟ برو تو بغل نکردی 3 تو بغل کردی. واو دست من این کار مایک. آزاده تو مرسی قربانت مرسی. میشه نیاری؟ همشه سر کو. آه زنو رو بغل کرد. 4 داده. زیر 5 نمیداد که. نگو تو همینو نگو. به یک خرابی. چرا اینطوریه؟ 4 یا ایوای میخندی؟ چقدر شد ویدیو بچه‌ها نمیتونم دیگه چون اینا واقعا طولانیه و مغزم داره به فنا میره دارم به لول 3 دیوانگی میرسم. بریم یکم شورت ویدیوهاشو ببینیم. یادتونه چند وقت پیش داخل میستری باکس یه دونه این پروژکتور کهکشانی در اومد قرار بریم امتحانش کنیم. جالب نیست حال نکردم. در روز گرم تابستونی اینا رو ما گرفتیم و قراره همه‌شون رو گازدار کنیم. گلاب، شربت وینتو، آب تمدار، لیموناد، آب خیار. اینم که نت هم رید. بذار ریلز دیگه بیاریم آجی. ریلز شورت دیگه. این چی نشه؟ سوگنگ غمگین کلیپ. what این چیه؟ نام نوشته بود خیلی از آدما در سن 25 سالگی میمیرن. فقط تا 75 سالگی خاکشون نمیکنن. از امروز زندگی کنید.